زندگی نامه صادق جان هدایت. مسئله ای نیست که زندگیم را دوباره بسازم. وقتی که آدم زندگی نکرده باشد و همیشه زندگی حیواناتی را کرده باشد که شکارچیان را در تعقیب خود دارد، دوباره ساختن چی؟ نه، به زحمتش نمی ارزد. روزی که از این دوزخ دانته‌ای پا به درون گذاشتم، هر امیدی را از دست دادم. تصمیم گرفته شده است. باید در این منجلاب دست و پا زد تا نفرت زندگی خفه امان کند. در بهشت گم شده جبرائیل با آدم میگوید نومید باش و بمیر. یک چیزی از همین دست. با این وجود کمی قضا و قدری شدم. بیش از آن از همه چیز دل زدم که کمترین کوششی بکنم. صادق هدایت در سه‌شنبه 28 بهمن 1281 برابر با 17 فوریه 1903 در تهران متولد شد. پدرش هدایت قلی خان اعتضادالملک، فرزند نیرالملک، وزیر علوم در دوره ناصرالدین شاه، و مادرش زیورالملوک، دختر عموی هدایت قلی خان، دختر حسین قلی خان مخبرالدوله است. جد اعلای صادق، رضا قلی خان هدایت، از رجال معروف عصر ناصری و صاحب کتاب‌هایی چون مجمع الفصحا و اجمل التواریخ بوده است. صادق کوچکترین فرزند خانواده بود و 2 برادر و 3 خواهر بزرگتر از خود داشت. از برادرانش محمود خان قاضی دیوان عالی کشور بود که در زمان نخست وزیر سپهبد رزمارا سمت معاون نخست وزیری را داشت. عیسی خان سرلشکر و از رؤسای سابق دانشکده افسری بود. هر 2 برادر در هنر و ادبیات هم دستی داشتند. صادق هدایت در سال 1287 تحصیلات ابتدایی را در سن 6 سالگی در مدرسه علمیه تهران آغاز کرد. در سال 1293 روزنامه دیواری ندای اموات را در مدرسه انتشار داد و دوره متوسطه را در دبیرستان دارالفنون آغاز کرد. صادق در سال 1295 به خاطر بیماری چشم درد مدرسه را ترک کرد و در سال 1296 در مدرسه سن لویی که مدرسه فرانسوی ها بود به تحصیل پرداخت. به گفته خود هدایت اولین آشناییش با ادبیات جهانی در این مدرسه بود و به کشیش آن مدرسه درس فارسی میداد و کشیش هم او را با ادبیات جهانی آشنا میکرد. در همین مدرسه صادق به علوم خفیه و متافیزیک علاقه خاصی پیدا کرد. این علاقه بعدها هم ادامه پیدا کرد و هدایت نوشتارهایی در این مورد انتشار داد. در همین سال صادق هدایت اولین مقاله خود را در روزنامه هفتگی به مدیریت نصرالله فلسفی به چاپ رساند. به عنوان جایزه 3 ماه اشتراک مجانی دریافت نمود. هدایت در شرح حالی به قلم خودش درباره خود چنین می نویسد: من همانقدر از شرح حال خودم شرم می کنم که در مقابل تبلیغات آمریکایی مهابانه. آیا دانستن تاریخ تولدم به درد چه کسی میخوره؟ اگر برای استخراج زایچه‌ام است، این مطلب فقط باید طرف توجه خودم باشد. اگرچه از شما چه پنهان، بارها از منجمین مشورت کردم، اما پیشبینی آنها هیچ وقت حقیقت نداشت. اگر برای علاقه خوانندگان است، باید اول مراجعه به آرای عمومی آنها کرد. چون اگر خودم پیش دستی بکنم، مثل این است که برای جزئیات احمقانه زندگیم قدر و قیمتی قائل شده باشم. به علاوه خیلی از جزئیات است که همیشه انسان سعی می کند از دریچه چشم دیگران خودش را قضاوت بکند و از این جهت مراجعه به عقیده خود آنها مناسبتر خواهد. مثلا
اندازه اندامم را خیاطی که برایم لباس دوخته بهتر می‌داند و پینه دوز سر گذر هم بهتر می‌داند که کفش من از کدام طرف ساییده میشه. این توضیحات همیشه مرا به یاد بازار چهارپایان می‌اندازد که یابوی پیری را در معرض فروش می‌گذارد و برای جلب مشتری با صدای بلند جزئیاتی از سن و سال و خصایل و عیوبش نقل می‌کند. از این گذشته شرح حال من هیچ نکته برجسته‌ای ندارد و نه پیش آمد قابل توجهی در آن رخ داده، نه عنوانی داشتم، نه دیپلم مهمی در دست دارم و نه در مدرسه شاگرد درخشانی بودم، بلکه برعکس همیشه با عدم موفقیت روبرو شدم. در اداراتی که کار کردم همیشه عضو مبهم و گمنامی بودم و رؤسایم از من دل خونی داشتند، به طوری که هر وقت استعفا دادم با شادی هذیان آوری پذیرفته شده است. روی هم رفته موجود وازده‌ای بی مصرف قضاوت محیط درباره من می باشد و شاید هم حقیقت در همین باشد. در سال 1303 در حالی که هنوز مشغول تحصیل در مقطع متوسطه بود 2 کتاب کوچک انتشار داد. در همین سال بود که صادق داستان شرح حال یک الاغ هنگام مرگ را در مجله وفا سال دوم شماره 5 و 6 منتشر کرد. صادق هدایت در جوانی گیاهخوار شد و کتابی در فواید گیاهخواری نیز نوشت. او تا پایان عمر گیاهخوار باقی ماند. بزرگ علوی در این باره می نویسد: یک بار دیدم که در کافه لاله‌زار یک نان گوشتی را که به زبان روسی بلکی می گفتند به قصد اینکه لای آن شیرینی است گازی زد و ناگهان چشمهایش سرخ شد، عرق به پیشانیش نشست و داشت قی می کرد که دستمالی را از جیبش بیرون آورد و لقمه نجویده اش را در آن تف کرد. هدایت معتقد بود که اگر انسان بخواهد دست از جنگ بردارد باید اول دست از کشتن و خوردن حیوانات بردارد. این اواخر در دنیای باور نکردنی غریبی بیدار شدم و دیگر احتیاجی به دنیای رجاله ها ندارم. حس کردم این دنیا برای ما نبود، برای یک دسته آدم بی‌حیا، پررو، گدامنش، معلومات فروش و چشم و دل گرسنه بود. برای کسانی که به فراخور دنیا آفریده شده بودند و از زورمندان زمین و آسمان گدایی می‌کردند و تملق آنها را می‌گفتند. من در این دوره مادی بیشرم خیلی سعی کردم نزدیکشان بشوم و درکشان کنم، اما سرانجام فهمیدم که زمین تا آسمان با آنها فرق دارد، ولی ناله ها، سکوت ها، فوش ها، گریه ها و خنده های آنها تا مدت ها خواب های مرا پر از کابوس می کرد. من میان رجاله ها یک نژاد مجهول و ناشناس شدم، به طوری که فراموش کردم سابق بر این جزء دنیای آنها بودم. حس می کنم نه زنده هستم و نه مرده، فقط یک مرده متحرک هستم که نه رابطه با دنیای زنده ها دارم و نه از فراموشی و آسایش مرگ استفاده می کنم. همه رابطه های من با دنیای زنده ها بریده شده. یادگارهای گذشته در برابرم نقش می بندند. گذشته، آینده، ساعت، روز، ماه و سال، همه برایم یکسان است. تنها کسانی خوشبختند که به فراخور دنیا و همرنگ محیط آفریده شدند و به همه چیز آن تن میدهند و از کوچکترین حس کنجکاوی و بلند طبعی محرومند. از بس چیزهای متناقض دیدم و حرفهای جور به جور شنیدم، حالا هیچ چیز را باور نمی کنم مگر تنهایی خودم را. همه چیز باطل است و هیچ چیز زیر آفتاب تازه نیست. هدایت در سال 1303 از مدرسه سن لویی فارغ التحصیل گشت و در همین سال بود که با تقی رضوی آشنا شد. در سال 1305 با اولین گروه دانش آموزان اعزامی به خارج
راهی بلژیک شد و در رشته مهندسی به تحصیل پرداخت. در همین سال داستان مرگ را در مجله ایران شهر شماره 11 که در آلمان منتشر میشد به چاپ رسانید و مقاله‌ای به فرانسوی به نام جادوگری در ایران نوشت. هدایت از وضع تحصیل و رشته‌اش در بلژیک راضی نبود و مترصد بود که خود را به فرانسه و از آنجا به پاریس که در آن زمان مرکز تمدن غرب بود برساند. سرانجام در سال 1306 پس از تغییر رشته و دوندگی فراوان به پاریس نقل مکان کرد. صادق هدایت در سال 1307 اقدام به خودکشی در رودخانه مالن فرانسه کرد، لیکن یک قایق ماهیگیری او را نجات داد. در همین دوران در پاریس با دختری به نام ترز دوست بود. صادق در مورد خودکشیش به برادرش محمود می نویسد: یک دیوانگی کردم، به خیر گذشت. نخستین نمونه های داستان های کوتاه هدایت در همان سال خودکشی نافرجامش صورت گرفت. نمایشنامه پروین دختر ساسان، داستان زنده به گور و داستان کوتاه مادلن را در همین دوران نوشته است. هدایت در سال 1309 بی آنکه تحصیلاتش را به پایان رسانده باشد به تهران بازگشت و در بانک ملی مشغول به کار شد، لیکن از وضع کارش راضی نبود. شهید نورایی، دوست قدیمی صادق هدایت، درباره زندگی کارمندی او می نویسد: هدایت فعلا در هنرکده هنرهای زیبا کار می کند. حقوقش 360 تومان است و کاری در حقیقت ندارد. ظاهرا مترجم است، اما متنی وجود ندارد که محتاج ترجمه باشد. روزی نیم ساعت آنجا سر می زند. اول کلاهش را بر می دارد و در گوشه‌ای می گذارد. بعد روی صندلی می نشیند و زنگ می زند و یک چای قند پهلو دستور می دهد. سپس مدتی به دیوارها نگاه می کند و اگر روزنامه‌ای زیر دستش باشد به صفحه اول آن نگاه می کند، ولی نمی خواند. پس از صرف چای مجددا بدون اینکه یک کلمه با کسی حرف بزند کلاهش را بر سر می گذارد و از همان راهی که آمده بود برمیگردد. نه وزارت خارجه به دردش میخورد و نه وزارت داخله. خودش عقیده دارد سرنوشتی است که باید طی شود. بنده و هدایت هر جا برویم نحسی فطری خود را با خود میبریم، چاره ای هم نداریم. در همین سال مجموعه داستان زنده بگو و نمایشنامه پروین دختر ساسان را در تهران منتشر کرد. در آن دوران گروهی از ادیبان کهنه‌کار بودند که به آنها ادبای سبعه می گفتند. گروه ربعه یا ربعه این نام را برای دهنکجی به این افراد که به نظر ایشان کهنه‌پرست بودند انتخاب کردند. صادق هدایت هم که 2 تا کتاب منتشر کرده بود میرفتیم اونجا و اینا نمیخواستن که به حساب با ما رو مسخره میکردن، ولی خب یه خود تشویق میکردن. یه روزی مسعود فرزاد به من گفت خب اگه اونا ادبای سبعه هستن پس ما ادبای ربعه هستیم. مبدأ ربعه که معنا نداری که، یعنی چی؟ گفت حوادث قافیه داری، مال سبعه این گرفت. یه روزی من تو خیابان نادری یا استانبول یادم نمیدونم کجا به رشید یاسمی برخوردم. رشید آقای ربعه کجا داریم؟ گفت آقا ربعه گفت نه این شبهات دیگه جزو ربعه هست. سالهای 1310 تا 1314 برای هدایت دورانی پربار محسوب می شود و آثار تحقیقی و داستانی بسیاری را انتشار می دهد. از جمله این آثار می توان به مجموعه امیران اشاره کرد که شامل 3 داستان: فتح اسکندر از شیم پرتو، هجوم اعراب از بزرگ علوی و حمله مغول از صادق هدایت می باشد. کتاب وق صحاب در سال 1313 به چاپ رسید و در سال 1314 هدایت به خاطر آن به نظمیه تهران احضار شد. این شکایت از طرف علی اصغر حکمت وزیر معارف وقت تنظیم شده بود و این گونه صادق هدایت از اولین ممنوع القلم‌های تاریخ سانسور ایران شد.
مجموعه داستان‌های کوتاه 3 قطره خون و چندین داستان کوتاه دیگر نظیر گرداب، دون ژوان کرج، صورتک‌ها، چنگال، لاله، آفرینگان، طلب آمرزش، محلل، مردخورها، عروسک پشت پرده و چاپ نخست علوی خانم و همچنین سفرنامه اصفهان نصف جهان در این دوران به چاپ رسید. هدایت در سال 1315 به همراه شیم پرتو به هند رفت و در آپارتمان او اقامت گزید. در هند به فراگیری زبان پهلوی پرداخت و کارنامه اردشیر پاپکان را در هند از پهلوی به فارسی ترجمه کرد. در طی اقامت خود در بمبئی اثر معروف خود بوفکور را که در پاریس نوشته بود پس از اندکی تغییرات با دست بر روی کاغذ استنسیل نوشته به صورت پولوکوپی در 50 نسخه انتشار داد و برای دوستان خود فرستاد، از جمله نسخه‌ای برای مجتبی مینوی که در لندن اقامت داشت و نسخه‌ای برای جمال زاده که آن زمان در ژنو بود. عده‌ای داستان بوفکور را محصول حال هوای هند می‌دانند، لیکن چنان که از گفتگوهای هدایت و فرزانه برمی آید، هدایت کار روی این اثر را سالها پیش شروع کرده بود. صادق هدایت نقاشی هم می کرد و برخی طرح‌های او موجود است، از جمله آهویی که در مجموعه آثار هدایت چاپ انتشارات امیرکبیر بر جلد کتاب‌های او نقش بسته از زیباترین نقاشی‌های اوست. آهوی تنهای هدایت نمادی است از زیبایی محزون و نجابتی غریب و منزوی. همه تقاضای وظیفه اجتماعی مرا دارند، اما کسی نمی‌پرسد آیا قدرت خرید کاغذ و قلم را دارم یا نه، یک تخت خواب یا اتاق راحت دارم یا نه. و بعد هم از خودم می‌پرسم در محیطی که خودم هیچ گونه حق زندگی ندارم چه وظیفه‌ای است که از رجاله‌های دیگر دفاع بکنم. این درد دلها هم احمقانه شده. همه چیز در این سرزمین احمقانه می شود. صادق هدایت در سال 1316 از هند بازگشت و دوباره در بانک ملی مشغول به کار شد. سال بعد از بانک ملی استعفا داده در وزارت فرهنگ استخدام شد. او تا سال 1320 که متفقین ایران را اشغال کردند به فعالیت‌های ادبی پرداخت و چندین داستان و مقاله انتشار داد. بعد از 1320 تا 1324 و پایان جنگ جهانی دوم انتقادهای اجتماعی صادق هدایت شدت می‌گیرد و داستان بلند حاجی آقا، داستان کوتاه آب زندگی و مجموعه ولنگاری که همه مضامین اجتماعی دارند در این دوران به چاپ رسیدند. در سال 1324 هدایت سفری به تاشکند داشت و در انجمن فرهنگی ایران و شوروی از او تقدیر شد. در 18 اردیبهشت 1325 به حسن شهید نورایی چنین می نویسد: تحولات عجیبی در من رخ داده. نه تنها هیچ جور علاقه به خصوصی در خودم حس نمی کنم، آن کنجکاوی سابق از سرم افتاده، بلکه میل مسافرت که سابقا در من خیلی شدید بود حالا دیگر کشته شده و یا در اثر دقت دقیق در احوال اقتصادی و اجتماعی و سن سال از صرافت این توهم افتادم. روزها را یکی پس از دیگری با سلام و صلوات به خاک می سپاریم و از گذاشتن آنها افسوس نداریم. در سال 1326 به نوشتن توپ مرواری پرداخت، اما این اثر تا پس از مرگش به چاپ نرسید. معروفترین نام مستعار او که توپ مرواری هم تحت آن عنوان منتشر شد هادی صداقت است. در سال 1329 با همکاری حسن قائمیان داستان مسخ کافکا را ترجمه کرد و در مجله سخن انتشار داد. در 12 آذر 1329 با گرفتن گواهی پزشکی و فروختن کتابهایش به فرانسه رفت. در طول اقامت در فرانسه
سفری به هامبورگ داشت و نیز سعی کرد به لندن برود که موفق نشد. از اوضاع اینجا خواسته باشی چیز تازه‌ای نشنیدم. زندگی به همان حماقت سابق ادامه دارد. نه امیدی هست و نه آرزویی و نه آینده و گذشته‌ای. 4 ستون بدن را به کثیف‌ترین طرزی می‌چرانیم و شبها به وسیله دود و دم و الکل به خاکش می‌سپریم و با نهایت تعجب می‌بینیم که باز فردا سر از قبر بیرون آورده ایم. مسخره بازی ادامه دارد. حسن شهید نورایی در 19 فروردین 1330 در پاریس به علت بیماری در می‌گذرد و آن زمان چند ساعتی است که در گوشه دیگر از همین شهر جسم بیجان صادق هدایت را یافتند که 2 یا 3 روز پیش به زندگی خود پایان داده است. سرانجام در 19 فروردین 1330 در آپارتمان اجاره‌ایش در پاریس با گاز خودکشی کرد. وی چند روز قبل از انتحار بسیاری از داستان‌های چاپ نشده‌اش را نابود کرد. هدایت را در قبرستان پرلستش فرانسه به خاک سپردند. مراسم خاکسپاریش با حضور عده قلیلی از ایرانیان و فرانسویان صورت گرفت. فرنگ هم باز برای بچه تاجرها، دزدها و جاسوسهای مام میهن است. ما از همه چیز محروم بودیم. این هم یکیش. وقتی که در اینجا نمیتوانم زندگیم را تأمین کنم، فرنگ به چه درد من میخوره؟ همه درها بسته است. خودم را که نمیخواهم گول بزنم. خواجه میفرماید از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود. زنهار از این بیابان وین راه بی نهایت. صادق هدایت از پیشگامان داستان نویس نوین ایران و روشنفکری برجسته بود. بسیاری از محققان رمان بوفکور او را مشهورترین و درخشانترین اثر ادبیات داستانی معاصر ایران دانستند. هرچند شهرت عام هدایت نویسندگی است، اما آثاری از نویسندگان بزرگ را نظیر ژان پل سارتر، فرانس کافکا و آنتوان چخوف نیز ترجمه کرده است. حجم آثار و مقالات نوشته شده درباره نوشته‌ها، نوع زندگی و خودکشی صادق هدایت بیانگر تأثیر ژرف او بر جریان روشنفکری ایران است. نامت جاویدان تا ابد صادق جان هدایت. درود بر دوستان فرهیخته علم و ادب.